افرودهای یوری شاتنو در قلب من بود و در قلب ما تا ابدی میماند. سلام علیکم دوستان عزیز. خب همه شما نوا را دیدید که یکی از سراینده ما با نام پنجی آنایف که به مقبره به قبرستان سراینده ایروس یوری شاتینوف رفته چنین سخن را گفت: بله، در قلب تو میماند و در قلب تو تا ابد میماند. سراینده ناتکرار نبود. ما دعای خیر میکردم برادر پنجی که به قبرستان بزرگ ها میرفتی و در آنجا دست به دعا میکردی و به حقشان دعای خیر میکردی، زیرا که هر یک مردگان از ما دعای خیر طلب میکنند. تو کجا رفته به قبرستان یکی از سراینده هایی که با نام یوری شاتنوف مشهور است با میگویی که در قلب ما تا آخر میماند؟ نعوذ بالله، در قلب من نمیماند. من که از روی همون سراینده ها بیزار هستم، از آوازشون بیزار هستم. جانم فدای آن شخصیت هایی که ما را از دین و اسلام خبر میدهند. و تو زار هستی برادر عزیز، تو در قلب تو میماند. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که سراینده هستی. من باز میگم که من از صداش هم بیزارم، از همون روش هم بیزارم. میگن خس کم و جهان پاک. برای چی یک سراینده یک شهروندی روس را ندیدین که به قبرستان ما مسلمان ها بیاید و بگه که او هم به حد انسانی خوب بود، او هم بگه که به حد انسانی کامل بود، در راه حق بود، اسلام را صدقاً دوست می داشت، با قلبش دوست می داشت. برای چی یک شهروندی روس نمی بینیم و خیسته می روید و به قبرستان یک شخصیتی که نه مسلمان بود نه دیگر و دیگر، یک شخصیتی که تنها روس بود و خلاص. شاید انسان های ما با بسیارش ما نفرانه که و فکر میکنم اگر همین پنجی آنایف برادر عزیز به قبرستان بزرگ ها میرفت و قبرستان شخصیت های میرفت که نامی خیلی بزرگ داشتن و در آنجا دعای خیر میکردن، انشاءالله خیلی خوب میشد. نکی تا زمانی که آمدند و بعدا در اینجا خدمایی کرد. انسان هایی که شما فکر میکنین یا چیکار میکنن یا ای ما مسلمان ها بیزار بودن دیگر خوب میشه برادر عزیز از این کار بگذاری و بعدا رفته به قبرستان مسلمان ها به قبرستان بزرگوار رفته دعای خیر کنی. میگن در سوره طه در آیت 8 میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم: الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. صدق الله العظیم. خدا آن است که بجز وی هیچ معبود نیست، نامهای نیک او از آن اوست. خوب میشد برادر عزیز از این کارها دست بکشی و بعدا رفته به قبرستان بزرگ هامان دعای خیر کنیم. الله نگهبان تا ما برادر عزیز. ما در قلبمان سراینده ها را جا نمی ما در قلبمان اسلام و رویه های اسلام جا میکنیم و خلاص.